به نام خدا برنامه را شروع میکنیم. زنگوله شد، همه شاگردان دیگر کتاب‌های خود را چیکار کرده جمع و خوند. استاد گفت امروزه ثواب درسمان را برای گذشتگان تحفه میکنیم. شاگردان تعجب کردند، چون عادتاً برای گذشتگان فقط قرآن تلاوت میکنند، اما درس گفتن استاد نفهمیدیم. استاد گفت امروزه ثواب درسمان را برای گذشتگان. اما بیچاره شاگردان نمیدانستند که در درس اشتراک کردن آنها عبادت بود. السلام علیکم عزیزان قلب. خدا شما و نزدیکان شما را در پناهش نگاه دارد. ببینیم که به شنیدنش انسان چه خوشش می آید. که ما دانشجو هستیم یا استودنت میگویند، یا مکتب میخونیم. طلب علم در درس اشتراک کردن ما ثواب بوده است، عبادت بوده است. استاد چه؟ استادی که هر دقیقه خود را صرفه میکند در درس، او نیز در نامه اعمالش عبادت نوشته می شود. پس ببینید، درس خواندن هم عبادت، درس دادن هم عبادت. در همون تالار، مکتب، مدرسه هم شاگرد در نامش ثواب نوشته می شود، عبادت هستم چند ساعته که درس می خواند، و هم استاد. اما اینجا یک نازکی دیگر است. میگوید به شرطی که ما این را بفهمیم و عمل کنیم. به شرطی که اگر ما این را بفهمیم و عمل کنیم. اکنون خوش به حال شما هم فهمیدید، عملش در دست شما است. یعنی این چی است؟ تصور کنید که در این دست من 100 سامانه است، در این دست من باشد 100 یورو گوییم، و یک پول دیگر با کاغذ می نویسیم $100. هر سهش کاغذ است، هر سهش همون نوشتجات است. اینجا چی نقش می بازد؟ اگر که هر کجای بریم او دیگر ارزش ندارد یا کسی او رو نمی گیرد. یعنی 100 سامانه رو می گیرند، 100 یورو می گیرند، اما $100 که ما با ورق با قلم کشیدیم او رو کسی قبول نمی کند. یا ماهی قپی می رویم دریا، همه یک وظیفه رو اجرا میکنیم. من هم ماهی می قپم، دوستم هم ماهی قپی رفته است، اما یکی ماهی به دست می آورد، یکی ماهی می قپد و دیگر نه. در درس دانستن شما انا همون گرفتن علم شما است، انا همون علم شما در داخل. چون می گفتن که در درس بسیاری ها اشتراک میکنن، اما کم کسی به خود میگیرد. پس خوش به حال شما که در داخل درس می نشینید. این را خوب گوش کنید. در داخل درس می نشینید و اگر شما خود حاضر دانستید، پس درس شما بیهوده نیست. حتی به این واسطه ما می توانیم که یک روزی عادی خود را به عبادت گذرانیم. یک روزی عادی که در درس اشتراک میکنیم به عبادت میگذرانیمش. پس خوش به حال شما شاگردان و استادان عزیز.